ассалому алайкум шунавандаҳои арҷманд. гуфторамонро аз силсилаи хониши адабӣ оғоз менамоем. ҳоло гуфтори 25-ро аз рӯи китоби адабиётшиноси варзида ва мунаққиди барҷастаи тоҷик соҳиб Табаров зиндагиномаи Садриддин Айнӣ солҳои 1875-1899 дар қироати Абдурашид Хоҷамқулов бишнавед. من به حجره اکه‌ام رفتم. هوشم در سر نبود و خیالم به کمپیر بند بود. شب خوابم نبود. هر وقت که چشمم را می پوشیدم هیکلی فرتوتی کمپیر در حالتی که گریه کنام و اساسنام از بازار برآمده می رفت به نظرم نموده می ایستاد. صدرالدین عینی کلیات جلد 6 صفحه 325. همین لحظه در بالا از سر گذرانیده صدرالدین در معینه او چنان سخت نقش بسته بوده است که بعد از 45 سال آن در اپopیه غلامان خیلی واقعی و برجسته انعکاس بدیعی خود را می‌یابد. عینی را چنین خصلت‌های عالی‌ترین آدمیت، انسان دوستی و مهر و شفقتی صمیمی به مزدوران، درماندگان و بیوه و بی‌بضاعتان و نفرتی بی انتها به ثروتمندان، دولتمندان و بایان سنگدل و بی انصاف من بعد با توسط اثرهای بدیعی برجسته واقعی و ریالیستیش یکی از بشردوستترین سیماهای ادبیات تاجیک گردانید. چنین وضعیت و حالت روحی و احتراساتی صدرالدین را در هنگام تماشای منظره‌های قتل ملا تراب، نسیم خرخور و دیگران، اینچنین در میدان مشق سربازان ناربای و نارمراد را جزا دادن و صدها دیگر حادثه و واقعه‌های خونینی آن سالهای نخستین تحصیلش در مدرسه به یاد آوردن کفایه است. در همان سال تحصیل 1891-92 صدرالدین باری دوم با قاضی کلانزاده شریف جان مخدوم وامی خورد و بعد از آن به همین واسطه خدمتگاری او می شود. آن واخوری این طور به وقوع آمده بود که تفصیلش را خودی وی به طور ذیل به قلم داده است. تحصیل سال 1891-1892 سر شد. در روزهای اولی سر شدن درسها دامالای کنجکی هم ملا عبدالسلام قاری جماعه خود شریف جان مخدوم را با بعضی شریک درسانی دیگرش که با مخدومی مذکور آشنا و قرجبورا بودند به مهمانی دعوت کرد. آشپز و خادم آن ضیافت البته من بودم. صدرالدین عینی کلیات جلد 6 صفحه های 355-356. از اقتباس بالا یک چند دلیل تاریخی معلوم می گردد. یکی، خودی دامالای کنجکی صدرالدین ملا بچه ملا عبدالسلام در سال تحصیل 1891-92 حالا تحصیل کننده مدرسه بوده است. دیگری، ملا عبدالسلام با قاضی کلانزاده شریف جان مخدوم شریک درس بوده است. سیوم، قاضی کلانزاده شریف جان مخدوم در همان سال تحصیلی 1891-92 قاری جماعی سردار گروه آنها بوده است. چهارم، ملا عبدالسلام با این قاضی کلانزاده آشنا و دوستی نزدیک و گذرا بوده است.
همین طور آغاز سال تحصیل 1891-92 در تجربه تعلیمی و علم آموزی صدرالدین ملابچه قدمی به پیش بود. آن سال تحصیل نه تنها با از خودکنی اساسهای علمهای اسخالستی مدرسگی و افزایش دانش عنعنوی، بلکه حتی با شناسایی او با یک چند شخصی با معرفت آینده زمانش که یکی از آنها قاضی کلانزاده شریف جان مخدوم بود علاقمند هم می باشد. بعدها عینی این حادثه دیده و مشاهده کردهش را درباره به مهمانی دعوت کردن ملا عبدالسلام شریک درس خود قاضی کلانزاده شریف جان مخدوم را با بعضی دیگر شریک درسانش در یادداشت‌ها روشن و واضح بیان کرده بود. در بین آن اهل مجلس ملا عبدالسلام به مهمانی دعوت شده، ملا نظرالله صحاف که لطفی تخلص داشت، ملا رحمتی سرتراش که هر دو هم شریک درسان قاضی کلانزاده شریف جان مخدوم بودند، اینچنین ملا برهانی بسمیلی کولابی که مشتاقی تخلص انتخاب کرده بود، ملا عاقل برین بعضی شاعران، شعرشناسان، خوشگپان، شیرین سخنان، لطیفه و ظرافت و بدیهگویانی ذکی طبعی شناس و نزدیک قاضی کلانزاده شریف جان مخدوم و دیگران نیز بودند. صدرالدین ملابچه در آن مجلس و جمع آمد، هم وظیفه آشپزی و سماوارمانی و هم خدمت رسانی را به مهمانان دامالله کنجکیش ادا می کرد و با گفته خودش هم یکی از اشتراک کنندگان آن صحبت و شنونده چقچقهای اهل مجلس بود. همانجا جلد 6 صفحه 356. قاضی کلانزاده شریف جان مخدوم در حجره مدرسه میر عرب ملا عبدالسلام ملابچه صدرالدین را دیده در حال در اولی دیدن او را شناخت. چنان که در بالا قید گردیده بود، قاضی کلانزاده شریف جان مخدوم صدرالدین نورس را نخستین مراتبه در دهه محله در حوری همین شریک درسش و حالا دامالله کنجکی خودی صدرالدین ملا عبدالسلام دیده بود. او در آن جمع آمد ملا عبدالسلام و سید محی الدین خواجه را تأکید کرده بود که این بچه شیردوست و شیردان را که در بیت برک عبدالواحد منظم را مغلوب کرده بود برای خواندن به بخارا فرستند. امروز شریف جان مخدوم از تحصیل صدرالدین در مدرسه آگاه گردیده اظهار شادمانی نمود. صدرالدین از آن مجلس ضیافت دامالله کنجکیش پیش از همه برای خود از آن خوشنود و خرسند و شادمان بود که در آن بسیارتر سخن بر بالای شعر و ادبیات می رفت و بیشترین مهمانان یا شاعر بودند یا شعر شناس. همانجا جلد 6 صفحه 356. مخصوصاً صدرالدین جوان از آن صحبت و گفتگو و همدمی و چقچقهای اهل مجلس و ضیافت و جمع آمد آید به مسئله های گوناگون ادبیات بدیعی، صنعت و علم و معرفت بهره بردار می گردید که آنها بیشتر ذوق و شوق و دقت او را به ادبیات بدیعی و شعر و شاعری باز هم زیادتر و خیلی گرمتر می نمودند. صدرالدین نخستین بار درباره در چنین مجلس و جمع آمد طرز مشاعره و بدیهگویی، تضمین مصرع‌های شاعرانی حاضر بوده، حجو و مطیه یکدیگر و غیره را می شنود و مشاهده می کند. با گفت او اگر بعضی مهمانان حتی از ادبیات بدیعی و شعر و شاعری آگاه نباشند هم خودشان خوشگپ، شیرین سخن، ظریف و به موقع گوی بودند. صدرالدین عینی کلیات جلد 6 صفحه 356.
شاعرانی در آنجا حاضر بودند همگی به طرز مشاعره و بدیهه مصرع‌های ناگهانی گفته مصرع‌های یکدیگر را تضمین می کردند. شعرشناسان از شعرهای گذشتگان به طرز مثال بیت‌های بلند می خواندند و تقلیدی بی موفقیتانه آن مضمونها بودنی شعرهای شاعران زمان خودشان را اثبات کرده تنقید می نمودند. گاها می شد که این مشاعره ها و شعرخوانی ها به حجب یا مت یکدیگر یا به مسخره کردن کسان غایب عاید می شد. همانجا جلد 6 صفحه 356. همین بزم و جمع آمد علما و ادبای بخارا برای عینی مجلس و محفل ادبی اولین به شمار می رفت که بی واسطه نباشد و از دور باشد هم در آن شرکت می ورزید و از آن آدمان عاقل و فاضل، زنده دل و انسان پرور و روشن فکر و ادبیات دوست دوری علم و معرفت و در بحث‌های شعر و شاعری و مسئله‌های ادبیات بدیعی از زبان آنها معلومات مفید به دست می درآورد. بعدها خود عینی ماهیت همین بزم و جمع آمد را این طور جمع بست کرده است. این مجلس تا ساعت 2 بعد نیم شب، در جای دیگر تا ساعت 1 شب، همانجا جلد 1 صفحه 32 دراز کشید. من در بخارا باری یکم صحبت آدمان زنده دل و ادبیات دوست را دیده ایستاده بودم که از حیاتی تا آن وقت در آن مدرسه دیدم بسیار فرق داشت. دا ملای کنجکیم ملا عبدالسلام و هم آشان او ملا قاسم و قاری بیگی در پیش آنها به نظر من مرده برین می نمودند. درست است که آنها هم در قطار مهمانان خود در موردهای خنده می خندیدند، اما خنده آنها مانند خنده خیرسی بابازاده به حس کردنی سبب خنده بود. صدرالدین عینی کلیات جلد 6 صفحه 404. صدرالدین در همین مجلس نخستین بار تفاوت جدی و کلان را در بین این آدمان زنده دل و ادبیات دوست قاضی کلان زاده شریف جان مخدوم، لطفی، ملا عاقل، بسمیل مشتاقی، ملا رحمت و هم مسلکان آنها از ملایان و ملا بچگان و داملای کنجکیش و هم آشانی خودش خیلی روشن می بیند و مشاهده می کند. به ضمن همه اینها از آن مشاهده های ملا بچه سال دومی تحصیلی مدرسه صدرالدین محققان تاریخ ادبیات آخر عصر 19 راجع به ترجمه حال، فعالیت مهنتی و ایجادی آن شاعران و ادبا و علما معلومات مفیدی به دست می درآورند. مثلا او ما را با سن و سال، سر و صورت زیبا، قامت و بدن متناسب، خوشخطی و خوشنویسی و طرز معیشت ملا نظرالله لطفی شناس نموده مضمون شعرهای او را آب شسته و خلم می دهد. از روی مشاهده های چی آن روزه و چی من بعده عینی درک می نماییم که او مجلس آرا، گپ زن، اراتور، سخنور، حاضر جواب، شیرین سخن و خندان رو بود. در گپ زدن بیشتر سخنهای دو معنیدار را کار می فرمود و غیره. همانجا جلد 6 صفحه 357. ملا نرزالله لطفی حجو یا مدح کردن کسی را در ضمن دو معنیداری سخنهایش دوست می داشت. از جمله او شریک درسان خود ملا عبدالسلام، ملا قاسم، قاری بیگی و دیگر عامه شریک درسانش را مرده ها می شمرد. همانجا جلد 6 صفحه 358. ولی ملا عاقل را در میانه آن مرده ها
شریک درسانش شهید می نامید. همانجا جلد 6 صفحه 358. ملا رحمتی سرتراش که شریک درسی قریب همه اهل آن مجلس بود، با نقلهای عجایب و غرایب همه را می خنداند. بنابر همین قاضی کلانزاده شریف جان مخدوم او را شریک، شما از سرتراشی به واقع تراشی گذشته اید گفته به دروغی حمل می کرد. همانجا جلد 6 صفحه 358. عینی صورت و سیرت یکی از این اشتراک کنندگان آن مجلس ملا برهان کلابی را برجسته به قلم داده است. سن و سال، قد و بدن، روی و ریش، چشمان از یک طرف، خوشگپی و حکایه بافی از طرف دوم، درست معاملگی کوهستانیگی و شیرین سخنی بخارایی او را از طرف سوم صمیمانه بیان کرده است. عینی اشاره می کند که او شعرهای عادی را اول با تخلصی مشتاقی می نوشت، اما وقتی که نرزالله لطفی تخلص او را با تحریف خوانده و با معنی هجوی او را موشی تاقی، موشی کوهی گفته است، او آن تخلص را پرتافته کلمه بسمیل را به خود تخلص قرار داده است. ملا برهان کلابی من بسمیلی کشته شده زخمی زبانی لطفیم می گفت. صدرالدین عینی کلیات جلد 6 صفحه 358. آن چیز جالب دقت است که عینی از سرگذشت‌های رمن مانند همین ملا برهان بسمیل واقعه‌های از سرگذرانیده‌اش را با عنوان‌های کفش پیشمانی حضرت خواجه اوبان، دختری ناکام، بدبختی فاجعه دختری ناکام در یادداشت‌هایش، همانجا جلد 6 صفحه 359 398 از زبان او اما با تحریر خودش نقل کرده است. یکی از واقعه‌های دیگری که ملا رحمتی سرتراش با طلب اهل مجلس و صحبت نقل کرده است و عینی از طرف خود به آن سرلوحه زنی مرد گردیده مانده در یادداشت‌ها از زبان ملا رحمت آورده است حساب می یابد. همانجا جلد 6 صفحه های 398 404. در همان مجلس ضیافت ملا عبدالسلام و جمع آمد و صحبت شریک درسان، تقدیر من بعده صدرالدین هم حل می گردد. قاضی کلانزاده شریف جان مخدوم از اهل مجلس و پیش از همه از شریک درسش ملا عبدالسلام خواهش می کند که صدرالدین ملا بچه را برای خدمت به حولی او فرستد. در نوبت خود صدرالدین این خواهش قاضی کلانزاده را رد نمی کند و با رضایت برادرش سید محی الدین خواجه و دامالای کنجکیش ملا عبدالسلام و هم آشان او ملا قاسم و قاری بیگی به خدمت به حولی قاضی کلانزاده شریف جان مخدوم رهسپار می گردد. خود او تفصیل این واقعه را به طور ذیل بیان کرده است. وقتی که میهمانان برای رفتن از جایشان خیستند، شریف جان مخدوم به من اشاره کرده به دامالایم گفت: اگر این بچه در پیش برادرش تنگ شود به حولی ما بردمانید، در آنجا خدمت کرده درس خوانده می گردد. عینی کلیات جلد 6 صفحه 404. همین طور صدرالدین بعد از 2 روز آن ضیافت دامالای کنجکیش ملا عبدالسلام در آخر ماه صفر سال 1209 هجری
آخر ماه سپتامبر سال 1891 میلادی به خدمت به حوری قاضی کلانزاده شریف جان مخدوم می درآید. خود او این حقیقت ترجمه حالیش را با جمله های ذیل این طور تصدیق کرده بود: ملا عبدالسلام خوب گفت و من فردای آن شب در گذری چارخراس بخارا به حوری شریف جان مخدوم خدمتگار شده رفتم. من خیلی شادمان بودم که از درون مردگان برآمده به دایره زنده دلان می درآیم. صدرالدین عینی، کلیات جلد 1 صفحه 32. از معنی و مضمون جمله های فوق تدریجاً از آغاز تبدلات در افکار اجتماعی، فلسفی، علمی و مدنی، دینی و معنوی، ادبی و استیتیکی و اخلاقی و ایتیکی عینی تصور حاصل نمودن ممکن می شود. او زیست و زندگی و عمر خیش را تا آغاز سال تحصیل 1891-92 در دایره دامالای کنجکیش ملا عبدالسلام، ملا قاسم و قاری بیگی به زیستن در درون مردگان و سالهای من بعد زندگانیش را زیستن در بین آدمان زنده دل و ادبیات دوست می حسابد. عینی شهادت می دهد که در حوریهای درون و بیرونی کلان و وسیع قاضی کلانزاده شریف جان مخدوم غیر از باغبان و بعضی دیگر خادمان خواجگی وی به اهل و خانواده سیرشمارش در آن سالهای تحصیلی وی در مدرسه باز دایما 3-4 نفر خدمتگار کارهای خرد و کلان و سبک و وزنین را به جا می آوردند که یکی از چنین خدمتگاران ملا بچه 16-17 ساله صدرالدین حساب می یافت. محفل و مجلس های ادبی در حوری قاضی کلانزاده شریف جان مخدوم. هنگامی که ملا بچه صدرالدین در روزهای اولی سال دوم تحصیل 1891-1892 در آخر ماه سپتامبر سال 1891 به خدمتگاری به حولی پسر دوم قاضی کلان دامالله عبدالشکور آیت شریف جان مخدوم داخل شد، این قاضی زاده در آن سال همگی 27 سال عمر داشت و از عینی 11 سال کلان سالتر بود. حولی کلان او مهنت و زحمت زیادی را طلب می کرد. عینی بعدها همان حولی در داخل شهر بخارا داشته او را این طور توصیف کرده است: شریف جان مخدوم حولی کلانی داشت. در حولی بیرون در یک خانه دهلیز و مداندار خود می نشست، در یک خانه دادرش و یک خانه دیگر بود که در وی خدمتگاری اسبان سیس می نشست. در پشت خانه نشست بیرون ایوان و روی حولی وسیع بود که در آنجا 2 اسبان را جای داده بودند. در حولی درون هم خانه های بسیاری بودند که در آنجا مادر شریف جان مخدوم، زن و دیگر خویشاوندان نزدیکش می نشستند.
کلیات جلد 1 صفحه 32. وظیفه های صدرالدین در این حوری های کلان بیرون و درون و روی حوری وسیع و ایوان های سرشمار قاضی کلانزاده شریف جان مخدوم از یاری رساندن به 3 خدمتگاری بیرون این حوری، به وکیل خرج میرزا بدی، به میرزا عبدالواحد برهان منظم و به سیس عبدالکریم که ایشان چه لقب داشت عبارت بود. این 4 نفر خدمتگاری بیرون و درون، میرزا بدی، عبدالواحد، عبدالکریم و صدرالدین، همه کارهای حوری را به جا می آوردند. به ذمه این خدمتگاران بیرون، خدمت به یک خانه دهلیز و مدانداری خودی قاضی کلانزاده شریف جان مخدوم، خانه دادرش غفور جان مخدوم، خدمتگاری، سیسی به اسبان و کارهای خواجگی و امثال اینها می ایستادند. خدمتگارهای بیرون سیس، میرزا بدی نام یک چشمکی او وکیل خرج زوخاس، میرزا عبدالواحد و من بودم. به خاطر می آرد عینی در ترجمه حالی مختصری خودم آن ماه و سالهای خدمتگاریش را در حوری این قاضی کلانزاده. صدرالدین عینی کلیات جلد 1 صفحه 32. صدرالدین در این حوری بیرون همچون خدمتگاری 4م به کار می درآید که در یادداشت‌ها خودش در آنجا از چی عبارت بودنی وظیفه هایش را به طور ذیل به قلم داده است. وظیفه من اساساً به همین 3 خدمتگاری مردینه میرزا بدی، عبدالواحد و عبدالکریم یاری دادن بود. مهمانخانه و روی حوری را می رفتم. در وقت مهمانداری و عموماً برای مهمانخانه چای تیار می کردم. در وقت دسترخوان پهن کنی آش و نان و چای و دیگر چیزها را به میرزا عبدالواحد می رساندم. در وقت اسب شویی به سیس یاری می دادم و بعضاً تگی پای اسبان را هم سیس به من می روباند. میرزا بدی از بازار هر چیز که بخرد من برداشته می آمدم. از غیر اینها من دستیاری حوری درون هم بودم. برای آتشدان هیزم شکسته می دادم. پاشاب بی مادری شریف جان هر جا رود دسترخوانی او را من برداشته می رفتم و برداشته می آوردم. در وقتهای برفباری بامهای این حوری کلان را با سیس من می رفتم و مانند اینها. همانجا جلد 7 صفحه 9. گرچند مهنت و خدمت در حوری قاضی کلانزاده شریف جان مخدوم خیلی مشکل و مشقتناک و پرعذاب بود، ولی این حوری رفته رفته برای صدرالدین به اولین مأوا و مکتب و مکان و مرکزهای علم و معرفت و ادبیات و صنعت مبدل می گردد. شما گفتار 25 رو از روی کتاب ادبیات شناسی ورزیده و منقد برجسته تاجیک صاحب تبرف زندگی نامه صدرالدین عینی سالهای 1875 1899 در قرائت عبدالرشید خوجمقولov شنیدید. کارگردان شیرعلی نغزلی. پایان گفتار از سلسله خوانش ادبی. شاد باشید.